درست هست. کامران قاسمپور در مقابل کایل اسنایدر، یک کشتی تمام عیار و دیدنی، کشتی که تکرار کشتی رقابت‌های جام جهانی سال قبل در امریکاست. اون کشتی رو کامران در مقابل کایل اسنایدر که به وضوح وزنش کمتر بود 5-0 باخت. اینجا هم وزنش کمتر هست. ببینیم که چه کار خواهد کرد کایل اسنایدر در مقابل کامران قاسمپور که امیدواریم در همون ابتدای کار رفت برای زیر، پای کامران رو از تشک خارج میکنه. امیدواریم آسیب دیدگیش تشدید نشه. بازم کایل اسنایدر قدرت بدنی بالایی داره، جنگ قدرت و تکنیک هست. کامران ابتدا تلاشش باید باشه تو این وزن جا بیفته، به لحاظ سنگینی وزن و همینطور قدرت بدنی همسنگ و همتراز این کشتیگران بشه، بعد با تکنیک حریفان رو شکست بده. در همون ابتدای کار کایل اسنایدر یک امتیاز گرفت، پای کامران رو از تشک خارج کرد. حساسیت های کار در این نیمه نهایی بسیار بالا هست. امیدوار هستیم دلاورانه کشتی بگیره. نگران مصدومیت کامران هم هستیم که امیدواریم اتفاقی نیفته. برای یه تورنمنت دیگه واقعا نمیارزه دوباره کامران مصدوم بشه. حریف هم سنگینه، قدرت بدنی بالایی داره و امیدوار هستیم کامران با هنر زیرگیری اسنایدر رو شکست بده و همه رو خوشحال کنه. پاش رو ببینید اسنایدر رو، ستونی محکم بر روی تشک، بازوان واقعا دیدنی به لحاظ حجم عضلات. کشتی رو قطع میکنه کامران قاسمپور. جنگ تاکتیک هم میتونه باشه. کشتیگیر ما در وقت اول به چه صورتی کشتی بگیره، در وقت دوم به چه صورتی. در همون ابتدای کار اسنایدر پای قاسمپور رو از تشک خارج کرد. یک کشتی حساس، به وضوح قدرت بدنیش میچربه به کشتیگیر ما. اسنایدر از بزرگان کشتی دنیا هست در این وزن. سالها این وزن در قرق او و عبدالرشید سعداللهیوف. اون کشتی هم 6-4 شده. خطرناک در فاصله 33 ثانیه به پایان کار. یک اخطار هم داره محمد نخودی، نباید پای خودش رو به سادگی در اختیار حریف قرار بده که خاک میکنه نخودی رو. ویک از امریکا حساب کار میشه 6-6 و نخودی البته همچنان برنده هست. تو حالت 6-6 هم برنده است. 17 ثانیه به پایان کار. یه مقداری خسته نشون میده محمد نخودی. اخطار 30 ثانیه رو میدن به کامران قاسمپور. همه بچه اومدن به نیمه نهایی، مبارزه هاشون همزمان شده. سعی کردیم همه کشتی ها رو، یه کشتی آذرپی رو فقط دستمون در رفت که دیگه واقعا نمیشد دیگه اون کشتی رو هم تقدیم حضورتون کنیم. به یک باره 3 کشتیگیر ما اومدن به روی تشک. 6-6 حساسیت های کار بالا از کشتی نخودی. 2 ثانیه 1 ثانیه نتا موفق میشه ویک از امریکا رو شکست بده، بیاد به فینال و با کنچاتزه کشتی بگیره. بریم به سراغ کشتی قاسمپور. اخطار 30 ثانیه که به او دادن تموم میشه، نتونه زیرگیری کنه امتیاز بگیره. یک امتیاز دیگه به اسنایدر میدن، میشه برای زیر. دلاورانه کشتی میگیره کامران قاسمپور با وزنی کمتر، قدرت بدنی پایینتر و فعلا اتکا به غیرت بالای خودش و نیم نگاهی به تکنیک خودش که بتونه از اسنایدر یک کشتیگیر مغلوب بسازه انشاءالله. حساب کار 2-0. وقت اول کمتر از 20 ثانیه. تو این شرایط در لحظه های حساس باید زهر خودش رو بریزه کامران قاسمپور در وقت دوم. فعلا که اسنایدر یه بار پای حریف خودش کامران قاسمپور از تشک خارج کرد، یه امتیاز هم تو اون 30 ثانیه گرفت. 2-0 پیش هست. ببینیم در وقت دوم چه کار خواهد کرد. میرن به سمت مربیان خودشون. آقای کاوه صحبت میکنه با کامران قاسمپور. در فاصله باقی مانده تا رقابت‌های المپیک جمع و جور کردن یه تیم آماده واقعا کار سخت و طاقت فرسایی است. همه مدعیان میان، همه با قهرمان بزرگ با سهمیه میان تو مسابقات. 3 دقیقه دوم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا نمیتونه از دستان حریف رد بشه کامران. امیدوار هستیم اتفاق بیفته در وقت دوم، بتونه این کشتیگیر امریکایی رو شکست بده.
ابتدا سلامتی کامران برای ما مهم هست. برای تورنمنت حالا به بازم مسئله خاصی نیست، اما به هر حال ایرانی هستیم و دوست داریم قهرمان ما این کوه عضله کایل اسنایدر رو شکست بده و خوشحال بشیم از پیروزی او و سایر قهرمانان. او در روی هم کار میکنن دو کشتیگیر. فرصت میخواد تا جا بیفته در این وزن. اون مصدومیت بی موقع کامران یه مقداری عقب انداخت برای اینکه بیاد به 97 و جا بیفته در این وزن. دو دستی هم کار میکنن دو کشتیگیر. اسنایدر هم چیز خاصی رو نشون نداده. کامران فقط منتظر این است یه لحظه از دستان پرقدرت حریف و پرتوان حریف رو بور کنه، بتونه زیرگیری کنه و بتونه اون دو امتیاز ارزشمند و طلایی رو به دست بیاره. به زیر کتفای کامران میزنه. کشتی رو نگه داشته اسنایدر. 1 دقیقه و 55 ثانیه. ببینیم چه کار خواهد کرد از بزرگان این وزن، از کایل اسنایدر. سایدر که کامران رو مهار کنه تا به اینجا کارم به خوبی مهار. این اصلا نمیتونه برسه به حریف، حالا میرسه به پای حریف، خم رو در اختیار میگیره. مونتا اون پاهای مستحکم، اون سنگینی وزن، نتونست کامران خم رو به صورت کامل در اختیار بگیره. اسنایدر یه لحظه خوش رو رها کرد با چالاکی و 2 امتیاز دیگر رو به دست آورد. کمبود وزن در 97، قدرت بدنی بیشتر، زیرش رو گرفت. تا اگه تو وزن خودش بود مثلا 92 به راحتی خاک میکرد، شک نکنید. منتها حالا این اسنایدر دیگه به هر حال سنگین‌تر، قدرت بدنیش هم میچربه. به هر حال ببینیم که نهایتاً چه اتفاقی خواهد افتاد. سایدر که سرگردن در اختیار بگیره. اسنایدر ناامید نمیشه. کامران قاسمپور، کلاً قهرمانانی مثل کامران قاسمپور، حسن یزدانی، علاقمندان به کشتی دوست ندارن شکستشون رو ببینن. همه قهرمان، مخصوصا این قهرمانان که پیروزی‌های خیلی تاریخی رو رقم زدن، همونطور که شکست‌های حسن یزدانی مقابل تیلور غم انگیزه، حتی تو این شرایط نابرابر شکست‌های کامران هم ناراحت کننده است. در مقابل اسنایدر 4-0 سعی که باز هم زیرگیری کنه. نمره او با این شرایط نمره قبولی هست به اعتقاد من. میشه برای زیرهایی با سبک خودش، زیرهایی با هنر خودش. اسنایدر از زیر کامران امتیاز ساخت. کار خاصی رو انجام نداد، یعنی کشتیگیر مهاجمی نبود در این دیدار. سعی داره در همون حالت نگه داره با تجربه خودش و حالا 23 ثانیه. کار سخت و دشوار هست در این 23 ثانیه. کامران قاسمپور تلاش کرد، زحمت کشید، با تمام توان و با تمام انرژی کشتی گرفت. منتها باخت نصیب او بوده در این دیدار حساس، در نیمه نهایی 97. بهش خسته نباشید میگیم. مهم مبارزه تا پایان کار. مسئله خاصی نیست، تورنمنت و آماده و قبراق باید کامران انشالله بشه برای مسابقات حساستر بعدی خودش اگه مسافر المپیک بشه. اسنایدر هم برد. قهرمان خوب امریکایی کامران کشتی رو واگذار کرد. منتها بازنده سربلند بود، بدون اغراق از تمام توان خودش استفاده کرد. بهش خسته نباشید میگیم و